سمیه وقتی که سحر از خواب میخیزد اول دسترویش رو میشود، بعدا فقط هوس دارد که به مکتب رود. تنها ایستادن نمیخواهد، میخواهد که بسیارتر با کودکان باشد. کودک من رو در مکتب قبول کردند. مشکلی بسیار است در مکتب. برای کودکی من مکتب، شرایط مکتب معین نیست. حاجتخانه رفته نمیتوند فرزندی من. روکان رو نیز در مکتب برای فرزند من مطابق نیست. لیکن ما میبریم، کوشش میکنیم که بسیارتر وقت خود را به مکتب رود. در اول ما خودمان بردیم، میخواستیم که کودک پیش رود، خفامانی نداشته باشد. ما یک سال بعد بردیم به مکتب سمیه را. امسال شقیب ماندگی یک سال نبردیم، بعد سال دیگه بردیم شه. حاضر نمیخواد که نرود. حاضر میگن که تعلیم خانگی گذرانش مکتب براش قینه، دویم ایتاژ برآمده نمیتونه. نیکی میگه که نه من مکتب میروم، من خانه ده نمیخونم، من تعلیم خانگی نمیگیرم. گریه میکند که من به مکتب میرم. پیش از اون که ما او را به مکتب تیار کردیم، بسیارتر وقت شد در توانبخشی پرستو گذراندیم. بعد فعالیت مشقایی که در توانبخشی پرستو گرفت، دختری من به تنهای دیوال رفت. اول چارقا و یاد گرفت، بعدم به تنهای دیوال رگشت. حاضر کوشش میکند خودش به راه روک مستقلانه رفت بیاید. اگر والدین کوشش نکند تا به کار کردن مرکزها نمیشود. بیشتری وقتی کودک‌ها با والدین میگذارد. وقتی که مرکزها میبریم، همین مشق‌ها رو با کودکای ما میکند و به ما نشان میده که همین مشق‌ها رو با فرزندانتان اجرا کنید. ما هم مرکز دکدیم، هم خانه دکدیم. کوشش کردیم که دخترک با پا خیزوندیم. در آینده امیدوارم که سمیه به یگان تجهیزات یاری رسان راه رود، خودش مستقل همه کارهایش رو اجرا کند. من هم کوشش میکنم که این کار رو بکنم. در مکتب با طلبه‌مون بودن میخواهم، کار خانه با دوستان بودن. هیچ وقت نمیخوام که در خانه محکم باشم، فقط در بیرون گشتن رو دوست میدارم. من مکتبی میانه عمومی رقم 13 میخونم. یگان مشکلی نیست، خدا و شکر حاضر همه برابر حقوق شدگیان. همین مشکلی من و رد رفتن اومدن. همین قدر تنقیسی میکشم، دیگر یگان تنقیسی نیست. من خودم هیچ وقت از دیگرها کم حس نمیکنم. بالاتر میدانم و پستر نه. پیشتر با عربچه مایبی به درس میرفتم. حاضر باشد خودم خواستم، مشق کردم، کوشش کردم. حاضر با بغل با یاردم مادرم به مکتب میروم. من از خردی به مرکز ارشد بانو میرفتم، درس میخوندم، مشق میگرفتم تا صنف دومی من در همونجا تحصیل کردم. بعد از صنف دومی به مکتب گسل کرده شدم. من بسیار در اون مرکز که بودم بسیار فعال بودم، در همه چهاربینی‌ها اشتراک میکردم، جای اول هم میگرفتم. بسیار شعرها یاد میکردم، سخنها. دوستان من مرا حرمت میکنم، من بسیارتر آنها را دوست میدارم. برای که من خیلی هستم، نمیخواهم که من غمگین شوم، نمیخواهم که من خودم را از آنها کم حس کنم. مرا حرمت میکنن، هیچ وقت تنها نمیمونن، همه وقت در بری من هستن. مرا هیچ وقت ایوا جدا نمیکنن. خیلی کمی آدمای سالم هستن، ما هممون خیلی درس میگیریم، برابر حقوقیم. مرا هیچ وقت کم نمیکنن. همه وقت چی درسی که وادم میگذره مادام میگذرونم. با بسیارتر چیزی که من نفهمم میگم که میکردم، من بگو مادام ما میفهمونم، با بسیارتر من قضیه خوشتر کار میکنم. پدر و مادرانی عزیز، من شما خواهش میکنم که هیچ وقت فرزندان خودتان را از دیگران کم ندانید، پنهان نکنید. برابر ما خیلی که پدر و مادر من مرا میفهمند، مرا هیچ وقت از جامعه عقب نمیمونند. شما فرزندانتان را عقب نمانید، برید در مکتب خانه داخل کنید، به آرزوهاشان رسانید. وقتی که شما آنها را پنهان میکنید، آنها هم در دل آرزو و هوس دارند. هیچ وقت او را برای به آرزوهاش رسیدن مانع نشوید. آرزو اول سلامتی، همه چی در زندگی اولویت من سلامتی. من میخوام سلامتی من به دست بیارم، بعد داخل شوم، بخونم، به وطن، به آدمایی که هم خیلی هست در ساحه روانشناسی که آید به کودکای معیوب. من میخوام در همون ساحه داخل شوم و هم خیلی کودکا خدمت کنم، بفهمونم که ما هیچ کم نیستن. ما تنی سالم نداریم، اما از هیچ کم نیستیم. هیچ وقت باید فرزند پنهان نکنی، ایداد خداونده.